عزیزمون قراره که یه رنگسازی براشون انجام بدیم. اون سر تلایش باشه عزیزم. بله. از جنگ در بیایید دیگه. بیایید به صلح. خب چجوری کنیم؟ میخوام که رنگساز بشه ولی که خیلی دودی هم نشه دیگه. باشه یه چیز براق خوشگل بشه. البته اینجا رو ببینید، اینجا انگار یه ذره متفاوت‌تره. ببینید. بله باشه. از این سه تا رنگ برای خنثی کردن زردی و نارنجی استفاده کردم. از 7 8 11 و 902 که صدفی هست استفاده کردم که هم براقیت بدم به رنگمون و هم رنگای مزاحم رو خنثی کنم. اول رنگا رو با هم قاطی کردم، بعد اکسیدن اکتیواتور و اکسیدن یکو مخلوط کردم. یه مقدارم شامپو. الان میخوام برم بزنم به سر مشتری عزیزم. من این مو رو دارم رنگساژ میکنم. اگه میخوای بدونی فرق رنگساژ با رنگساژ چیه، کلمه رنگساژ رو برای من کامنت کن. خب من بعد از اینکه رنگساژ رو گذاشتم حتما یه شونه‌ای میزنم که یک نواخت بشه، هم پولک مو بسته بشه هم یک نواخت بشه. همونجور که میبینید موی مشتری عزیزمون براش رنگساژ کردیم، رنگای مزاحم رو خنثی کردیم و به این زیبایی در اومد. مبارکشون بشه.